بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه روایت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی برای من یک مرتبه صلوات بگوید الله سبحانه و تعالی برایش 10 درود رحمت میفرستد و بر عوض این 10 گناهش را از نامه اعمالش ختم میزند و در جنت 10 مرتبه درجه اش را بلند میکند. روایت امام نسائی، ابن حبان و امام حاکم. پس ببینیم در یک مرتبه گفتن این که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، الله سبحانه و تعالی 10 درود رحمت برای ما میفرستد و 10 گناه ما را ستر میکند و 10 گناه ما را از نامه اعمالمون ختم میزند و بر عوض این الله سبحانه و تعالی در جنت 10 مرتبه درجه ما و شما را بلند میکند. پس بگوییم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد.